واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. در این سوره مبارکه همونطور که ابتداً عرض کردم دلائل نقلی هست، دلائل نقلی از انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات. اولین دلیل نقلی را خواندیم از موسی و تبلیغ موسی به قومش، به بنی اسرائیل و همچنین به فرعونی ها. این دلیل دوم هست، واتل علیهم نبأ ابراهیم، که دلیل نقلی از ابراهیم علیه السلام هم قبلا گذشته. ابراهیم علیه السلام تبلیغ کرد و راهنمایی کرد. اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، وقتی که به پدرش و قومش گفت ما تعبدون، این چیه که شما عبادت میکنید؟ میدونست که چی را دارن عبادت میکنن. باز هم سوال کرد. هدف از این سوال و جواب این بود که به اونها بفهماند، تفهیم کند که اینها استحقاق عبادت ندارن، لایق عبادت نیستند، ارزش عبادت را ندارن. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، گفت ما بت‌های را عبادت میکنیم که برای اونها اینجا معتکفیم، ماندگاریم، اینجا قرار گرفتیم، بت‌ها را عبادت میکنیم. اما این بت‌های که منسوب بودند به ارواح، به فرشتگان، به چیزهای مختلفی، برای اونها بت درست کرده بودند. ابراهیم پرسید قال هل یسمعونکم اذ تدعون، زمانی که شما اونها را صدا میزنید و از اونها حاجت میطلبید، میخواهید، میشنوند؟ او ینفعونکم او یضرون، یا میتوانند در صورت عبادت به شما نفع برسانند، او یضرون، در صورت عبادت نکردن ضرر میزنند. این جواب من را بدید، چرا عبادت میکنید؟ به دلیلش چیه؟ اونا گفتن ما بیشتر نمیدونیم، فقط پدران را دیدیم، آبا و اجداد را دیدیم، دیگه نمیدونیم از کیفیت که اینا میتونن یا نمیتونن. قالوا بل وجدنا آباءنا، بلکه یافتیم پدرانمان را به همین روش که کذالک یفعلون، این گونه انجام میدادن، ما هم همونه میکنیم، ما تقلید میکنیم، یعنی تقلید کورکورانه از آبا و اجداد در شرک. حالا ابراهیم اول اعلام براءت میکنه و اعلام دشمنی میکنه، میگه ای قوم با خبر باشید، اگر تا حال نمیدانستید بدانید. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، خبر بدهید به من، یعنی بفهمید آنچه که شما عبادت میکنید، انتم، آنهایی که شما و آباؤکم الاقدمون، پدران گذشته شما، پیشینیان شما عبادت میکردید، همه اینها فانهم عدو لی، اینها دشمن من هستند. به دلیل اینکه شما اونا را معبود میخوانید. من با سنگ دشمنی ندارم، با چوب دشمنی ندارم، ولی چون عبادت میکنی به خاطر معبودیت دشمن من هستم. فانهم عدو لی الا رب العالمین، مگر یک معبود را من عبادت میکنم، یک معبود را که اون رب العالمین هست. کدوم رب العالمین؟ رب العالمین را معرفی میکنه، الذی خلقنی فهو یهدین، اون ذاتی که مرا آفرید، بعد از این که مرا آفرید، فهو یهدین، او مرا راهنمایی میکند، منافع و مصالح هر دو دنیا را، دارین را، او مرا راهنمایی میکند. والذی هو یطعمنی و یسقین، آن رب العالمینی که او به من خوراک میده، او به من آب میده. اونجا مراد ما فوق الاسباب هست. ببین یک کسی میتونه یک تکه نان دست شما بده، یک لیوان آب به شما بده، این ما تحت الاسبابه، یعنی اونی که از در غیب بدون اسباب میده. و اذا مرضت فهو یشفین،
هرگاه که من مریض بشم او مرا شفا میده. ببین این ادب را شما میتونید نکات ادبی را در دعای ابراهیم یا در این سخنرانی ابراهیم ببینید. انسان که مریض بشه کی مریضش میکنه؟ خدا مریض میکنه. نه، خدا مریض میکنه، خدا شفا هم میده، ولی اون مریضی را به خدا نسبت نمیده. میگه و اذا مرضت، من مریض بشم. یکی از موارد آداب اینه که انسان اون چی که خیر هست، نفع هست، اون را به خدا نسبت بده. اون چیزی که نیست، گرچه از طرف خدا است، برای امتحان است، ولی او را به خود نسبت بده. و اذا مرضت فهو یشفین، هرگاه من مریض میشوم او مرا شفا میده. والذی یمیتنی ثم یحیین، آن ذاتی هست که مرا میمیراند سپس زنده میکند در روز قیامت. والذی اطمع، آن ذاتی هست که من طمع دارم، آرزو دارم، ان یغفر لی خطیئتی، این که ببخشد خطاهای مرا، گناهان مرا، یوم الدین، روز جزا. لذا من چنین رب العالمینی دارم. من این خدایان شما را با اینها دشمنم از به عنوان معبود، و من فقط اون یک دوست دارم که رب العالمین است، او را پرستش میکنم. حالا بعد از اینکه تبلیغش را کرد، صفات پروردگار را بیان کرد، حالا مناجات میکنه از خدای تعالی، برای خودش اولاد میخواد. رب هب لی من الصالحین، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. پروردگار به من حکم ببخش. یعنی چه؟ یعنی علاوه از این که به من فهم دین دادی، به من فراست دادی، به من حکمت و دانایی بده، حکمت و دانایی بده. و الحقنی بالصالحین، مرا با صالحین همراه بگردان. صالحین یعنی اون انبیایی که عرض کردم قبلا که صالح بودن در میان انبیا باز درجه جداگانه هست. اون انبیایی که در سطح بالا و عالی هستند، یعنی در ردیف اونها مرا قرار بده. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، برای من یک زبان صدق در بعدی ها قرار بده، یعنی نسل‌هایی که بعدی میاد لسان صدق یعنی برای من قرار بده. لسان صدق معنی چیه؟ اولا من یک استنباط بکنم، بعدا توضیح بدم لسان صدق را. معلوم میشه که گاهی انسان اگر چنین دعایی بکند و چنین آرزوی بکند، این اشکال نداره، این به خاطر نام و شهرت نیست. مثلا شما آرزو بکنید که خدایا من چنان سنت حسنه ای داشته باشم و چنان ابتکار و خیری داشته باشم که برای بعدی ها، نسل های بعدی هم بماند، در میان اونها هم به خیر و به نیکی ازش یاد بشه. این دیگه سمعت و ریا حساب نمیشه. شما اینو میگی که یعنی یک کار خوبی من ایجاد بکنم، هزاران نفر دیگه هم همون کار را بکنن تا ثوابش به من برسد. نوعی صدقه جاریه هست. خب حالا بعضی میگن واجعل لی لسان صدق، مراد از زبان صدق یعنی ذکر خیر. ذکر خیر من در آخرین باشه. خب ذکر خیر منظور چیه؟ یعنی الگوی خوبی باشم، نه اینکه فقط تعریف بکنه. منظور ابراهیم نیست. وقتی که الگوی خوبی باشد، همه در دین از او تبعیت میکنن. شیخ ما رحمه الله میفرماید، بقیه مفسرین میگن ذکر خیر لسان صدق یعنی ذکر خیر من. شیخ میفرماید که لسان صدق یعنی کلمه صادقه. کلمه صادقه یعنی کلمه توحید، از من برای بعدی ها به ارث بماند. منظور اینه که در توحید من الگویی باشم، در یکتا پرستی، در خدا پرستی، که همه به من تقلید بکنند و تو را عبادت کنند. این مراد است. در سوره زخرف خواندید شما وجعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یرجعون،
که ابراهیم همین توحید را به عنوان یک کلمه باقیه به ارث گذاشت فی عقبه در نسل‌های بعدی لعلهم یرجعون، که اونها به سوی خدا برگردند. بله. بعضی دیگه میگن لسان صدق فی الاخرین، شاید مراد از آخرین امت محمد صلی الله علیه و سلم است و خواسته که نسلش، اورادش، ذریهش در آخر زمان از اونهایی باشن که داعی الی الله باشن، اشاره به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون صراحتا هم دعا کرد وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. بس تفسیر کبیر نوشته الثانی انه سأل ربه ان یجعل ان ذریته فی آخر الزمان، خدا فرزندانش را در آخر زمان طوری قرار بده که من یکون داعیا الی الله و ذلك هو محمد صلی الله علیه وسلم. بالاخره ابراهیم میگه که کلمه صادقه از من به ارث بماند، کلمه توحید یا زبان صدق و ذکر خیر در آخرین. وجعلنی من ورثة جنت النعیم، و مرا از وارثان جنتی که سراپا نعمت هست قرار بده. واغفر لابی، پدر من را ببخش، انه کان من الضالین، اون پدر از گمراهان است. حالا پدر را ببخش چگونه؟ دعا برای مشرک جایز نیست مگر منظور از دعا هدایت و توفیق ایمان باشد. ابو سعود نوشته بالهدایت و التوفیق بالایمان للایمان، این اشکال نداره کسی برای پدر مشرک این دعا را بکنه. اما وقتی که او مرده دیگه هدایتی نیست، دیگه دعا مغفرت درست نیست. ولا تخزنی یوم یبعثون، مرا رسوا نکن روزی که از قبرها بلند کرده میشوند. الله تعالی اینجا ذکر میفرماید یوم یبعثون چه چیزی هست. این تبلیغ ابراهیم تا اینجاست، در وسط ادخال الهی هست. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون روزی هست، اون روزی که ابراهیم اشاره میکند، اون روزی هست که لا ینفع مال ولا بنون، هیچ مالی فایده نمی بخشد، ولا بنون، و نه اولاد هم اونجا فایده نمی دهند به انسان، الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر چه چیزی فایده میده به انسان؟ مگر اون انسانی که پیش الله بیاید، در محضر الله بیاید با قلب سالم. سالم یعنی چه؟ یعنی خالص من الشرک و الشک، هیچ شرک و شکی توش نباشه. و ازلفت الجنة للمتقین، نزدیک قرار داده میشه بهشت برای متقیان، بهشت برای متقیان نزدیک اونها آورده میشه. و برزت الجحیم للغاوین، و جهنم ظاهر میشه، آشکار میشه برای گمراهان. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون، به آنها گفته میشه کجا هستند اونهایی که شما عبادت میکردید من دون الله، بغیر از الله. هل ینصرونکم او ینتصرون، آیا آنها میتوانند شما را یاری کنند؟ او ینتصرون، یا میتوانند از خود عذاب دفع کنند. ینتصرون یعنی انتقام است اصلش، یعنی ینتصرون انفسهم بدفع العذاب عن انفسهم. میتوانند؟ نه. همه مشرکان الله میفرماید سرنگون میشند و در جهنم انداخته میشوند. فکبکبوا فیها، سرنگون انداخته میشوند در آن جهنم، به سر انداخته میشوند. هم یعنی این عابدین، والغاوون، و همچنین گمراهان، و جنود ابلیس اجمعون، تمام حزب شیطان، تمام لشکریان شیطان بکلی اجمعون در جهنم انداخته میشوند. قالوا وهم فیها یختصمون، وقتی که در جهنم انداخته میشوند اونجا با هم جر و بحث میکنند. و هم فیها یختصمون، آنها در آن جهنم با هم تخاصم میکنند، خصومت میکنند، درگیر میشوند. تالله این کنا لفی ضلال مبین، اقرار میکنه اونجا، میگه سوگند به خدا همانا ما بودیم در گمراهی آشکار بودیم. گمراهیشون چی بود؟ ببین بزرگترین گمراهی چیه؟
اذ نسویکم برب العالمین، زمانی که ما شما ها را برابر کردیم با رب العالمین، شما را با رب العالمین برابر میدانستیم. رب العالمین غیب دارد میداند، میگفتین شما غیب میدانید. رب العالمین لایق سجده هست، میگفتین شما لایق سجده. از هر جهت شما را با رب العالمین برابر میدانستیم. و ما اضلنا الا المجرمون، ما را گمراه نکرد مگر مجرمان، یعنی شمایی که ما را به سوی بت‌ها عبادت کردید، شما مجرمان ما را گمراه کردید. فما لنا من شافعین، امروز نیست برای ما هیچ سفارش کنندگانی، ولا صدیق حمیم، و نه دوست صمیمی و دوست مخلصی ما داریم. فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین، تمنا می کنند اگر برای ما یک بار بازگشتی باشد، یک بار دیگه به دنیا بریم، فنكون من المؤمنین، ما حتما از مؤمنین خواهیم بود، ایمان خالص میاریم. الله می فرماید ان فی ذلک لآیه، همانا در همه این مکالمه یا در همه این تبلیغ ابراهیم درس هست، نشانه هست. اما از این نشانه ها کیه که عبرت بگیره؟ مسلمان فقط. و ما کان اکثرهم بمؤمنین، اکثر اینها مؤمن نیستند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، همانا رب تو غالب هست و کارهایش با حکمت است، غالب است، زود مؤاخذه میکنه، اما زود مؤاخذه نکردنش بر اساس رحم و مهربانیش است. این دلیل دوم بود نقلی از ابراهیم علیه السلام. و حال دلیل سوم، این دلایل را شما در سوره هود خواندید، به همین ترجمه بسنده بشه انشاءالله کافی هست، بحث خاصی هم نیست تو اینها. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کردن قوم نوح پیامبران را. اذ قال لهم اخوهم نوح، زمانی که برادر اونها، برادر نسبی نه برادر دینی، برادر نسبیشون نوح یعنی قومی، گفت الا تتقون، آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر الله؟ الا تتقون عبادت غیر الله. انی لکم نذیر مبین، انی لکم رسول امین، همانا من رسول هستم از جانب الله فرستاده شدم و امین هستم، در انجام وظیفه خیانت نمی کنم، هر چی که خدا گفته به شما می رسانم. لذا فاتقوا الله و اطیعون، ای قوم من از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید و من نوح را اطاعت کنید، و من هم از شما پولی نمیخوام، ضرر نمی کنید. و ما اسألكم علیه من اجر، من از شما سؤال نمی کنم بر این تبلیغ هیچ نوع اجری. چرا؟ ان اجری الا علی رب العالمین، اجر من و پاداش من نیست مگر بر رب العالمین است. لذا از شما میخوام فاتقوا الله، بار دوم برای تأکید، فاتقوا الله، پس فقط و فقط از خدا بترسید، از خدا پروا داشته باشید. و اطیعون، من نوح را اطاعت کنید. اما قوم، حماقت قوم را ببین، میگه قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که از تو تبعیت میکنند انسانهای پست. ارذل پست یعنی اونهایی که در سطح پایین هستند. بعضی از مفسران گفتند که در اون زمان مرسوم بود عزت و ذلت، بالایی و پایینی بر اساس مشاغل بود، یعنی هر کسی که شغل خوبی داشت اون شریف بود، اون عزیز بود. هر کسی که شغل خوبی نداشت، مثلا خدمات، لباسهای مردم را بشور و برای مردم خدمات انجام بده، اینها را پست میدانستند. در حالی که حالا امروز شما میبینید کسانی که خدمات انجام میدهند خیلی ها هستند کارخانه دارند، مغازه دارند و عرض کنم کارگاه دارن، کارگاه خدماتی دارن برای مردم، یا غذا درست میکنن، یا لباس درست میکنن، یا کفش درست میکنن، یا ما یحتاج. اینا شغلهای رذیل و پستی نیست. ولی اون قوم احمق بود، اونها فکر میکرد که ذلت و عزت با همین مشاغل است. میگفت ما مشاغل خوبی داریم، اینا
آدم های سطح پایین با شما هستند. نوح علیه السلام فرمود قال و ما علمی بما كانوا یعملون. ما نافی است، علمی من اطلاعات من نیست، یعنی من چی کار دارم با اون چی که اونها انجام میدن. من از عرض کنم شغلهاشون با شغلهاشون چی کار دارم. اما بعضی گفتن اونها گفته اینا ظاهر با شما هستند، ظاهرا با شما هستند، در از ته دل نیستند. نوح علیه السلام هم میگه که من از دلشون چه خبر دارم، من همین ظاهر را نگاه میکنم. بس این را گفتند، چون بعضی گفتن مراد از ارذلون منافقین هستند. اینا که با تو هستند ظاهر با تو هستند، اینا منافقند. نوح چی گفت؟ گفت و ما وظیفتی الا اعتبار الظواهر. وظیفه من چیه؟ به ظاهر اعتبار کنم، دون الشق عن القلوب والتفتیش اما فی السرائر. لازم نیست من تفتیش بکنم در دلشون چه خبر است. بالاخره و ما علمی بما كانوا یعملون، من چی میدانم آنها چی میکنن. ان حسابهم الا علی ربی، نیست حساب من مگر بر رب من هست. لو تشعرون، اگر شما بفهمید. اما من چی کار میکنم؟ و ما انا بطارد المؤمنین، آنگونه که شما انتظار دارید که من این مؤمنین را طرد بکنم، من طرد نمی کنم. ان انا الا نذیر مبین، من نیستم مگر ترساننده آشکاری هستم. من می ترسانم، اینا می ترسن، ایمان آوردن. اما قوم حالا به تهدید روی آورده. قالوا لئن لم تنتهی یا نوح، ای نوح اگر باز نیامدی لتکونن من المرجومین، حتما میشی از کسانی که سنگسار میشن، رجم میشن. نوح علیه السلام شکایت را پیش خدا برد. قال رب ان قومی کذبون، بار اله قوم من مرا تکذیب کرد. فافتح بینی و بینهم فتحا، بین من و بین آنها فیصله بکن عملا. و نجنی و من معی من المؤمنین، مرا و مؤمنینی که با من هستن نجات بده ما را و اونها را نابود بگردن همونطور که وعده کردی. الله می فرماید فانجینا، نتیجه این دعوت، نتیجه انابت، نتیجه ایمان، ما نجات دادیم نوح را و من معی و من معه، هر کسی که با او بود، فی الفلک المشحون، در اون کشتی پر از آدم و غیر آدم. ثم اغرقنا بعد الباقین، سپس ما بعد از این غرق کردیم بقیه را، ما بقیه قوم را همه را نابود کردیم. ان فی ذلک لآیه، همانا در این عبرت است، درس هست. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما اکثر اونها ایمان نمی آورند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، همانا رب تو هم غالب هست و اگر تأخیر عذاب هست به خاطر مهربانیش هست. این سومین دلیل بود. چهارمین دلیل، بعد از سیدنا نوح قوم عاد آمد، سیدنا هود آمد. کذبت عاد المرسلین، عاد هم مرسلین را تکذیب کرد. ما قبلا این مطلب را خواندیم که هر قومی یک پیغمبر را تکذیب کرد. قوم نوح فقط نوح را، قوم عاد فقط هود را. اما چون همه انبیا در اصول با هم یکی بودند، تکذیب یکی مستلزم تکذیب همه هست. کذبت عاد المرسلین، تکذیب کرد قوم عاد پیامبران را. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، زمانی که برادرشان هود به اونها گفت الا تتقون، آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر الله. انی لکم رسول امین، همانا من از جانب الله برای شما رسول امینی هستم. فاتقوا الله و اطیعون، پس از الله بترسید و من پیامبر را اطاعت کنید. و ما اسألكم علیه من اجر، من از شما هیچ اجری نمیخوام. ان اجری الا علی رب العالمین، اجر من نیست مگر بر رب العالمین است. یک مریضیشون شرک بود، یک مریضی دیگرشون فخر فروشی و غرور و
برج سازی و نشان دادن به مردم. اتبنون بكل ریع آیه تعبثون، آیا شما بنا میکنید در هر بلندی آیه، یعنی علامتی که تعبثون، بی فایده، عبث، بیهوده. ببینید گاهی انسان یک خانه برای خودش درست میکنه، این خانه را اگر برای سکن باشه، برای رفاه باشه، هیچ اشکالی نداره. هرچی خانه را مستحکم درست کنه یا هرچی امکانات درونی اون خانه را چی بکنه، طوری درست کنه که راحت باشه، وضوعش راحت باشه، استراحتش راحت باشه، سردی و گرمیش، اینها شرعاً هیچ مشکل ندارد. اما خانه طوری درست میکنه که بالاخره میخواد یک نمادی برای فخر فروشیش باشه، اون حدی که لازم هست و نیاز هست 10 برابر اون نیاز، یعنی چنان نما، چنان زیبایی، چنان چیزهای اضافی، چنان منابری و چنان گنبدهایی برایش و چنان عرض کنم دکورهای برایش درست میکنه، فقط و فقط در راستای زیبایی، خوشگلی. این دیگه مشکل داره. قوم هود چیکار میکردن؟ این عاد، اینها هر یکی برای خودش یک نشانی درست میکرد. یک مثلا برجی، یک بنای بسیار بلندی، این مال کیه؟ مال فلانیه. استفاده این نبود ازش، فقط یک نشانی بود که مال فلان سرداره، مال فلان پول داره، مال فلان سرمایه داره. آیتا هر یکی از اینها علامتی بود که تعبسون، یعنی عبس، بیهوده، بیفایده. این معلوم میشه این برای سکونت نبود، برای سکونت این دومی هست. و تتخذون مصانع، و شما درست میکنید و میگیرید مصانع. مصانع یعنی کاخها و قلعهای بسیار بزرگ، لعلکم تخلدون، تا همیشه بمانید اونجا. و اذا بطشتم بطشتم جبارین، و اثر تکبر این بود، هر وقتی کسی را مؤاخذه میکردید محکم میزدید، بر او ظلم و ستم میکردید. فاتقوا الله و اطیعون، از الله بترسید و مرا اطاعت کنید. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، بترسید از آن ذاتی که شما را امداد کرد به اون چیزی که شما میدانید. شما را چه کمک هایی کرد؟ مثلا امدکم بانعام و بنین، شما را یاری داد، شما را کمک به شما داد. حالا شما ناسپاسی میکنید. انی اخاف علیکم، من میترسم بر شما عذاب یوم عظیم، از عذاب بزرگ. همه انبیا را تکذیب کرد. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، زمانی که برادرشان صالح به آنها گفت آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر الله؟ انی لکم رسول امین، همانا من برای شما رسولی هستم امین، آنچه که الله به بیان فرموده من حق امانت را رعایت می کنم. فاتقوا الله، از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید. و اطیعون، من پیامبر را اطاعت کنید. و ما اسألكم علیه من اجر، همه تبلیغ هایشون مثل هم یکیه، هیچ اجری بر این تبلیغ نمیخوام. ان اجری الا علی رب العالمین، نیست پاداش من و اجر من مگر بر رب العالمین است. اتترکون فیما هاهنا آمنین، آیا شما در این دنیا ترک میشید، گذاشته میشید، رها کرده میشوید آمینین ایمن؟ شما فکر میکنید همیشه ایمن در همین دنیا شما رو میگذارن؟ نه، باید از اینجا بروید، از اینجا کوچ کردن است. آیا فکر میکنید همیشه در این دنیا ایمن هستید؟ فی جنات و عیون،
در همین باغات و چشمزارها و زروع و در این کشاورزی هایی که شما انجام میدید و نخل و همچنین در این نخل خرماهایی که طلعها هضیم یعنی خوشه های آن شکوفه های آن شکوفه هایش لطیف و با تراوت است. فکر میکنه همیشه در این شکوفه های لطیف و با تراوت میمانید. و تنحتون من الجبال و می تراشید از کوها بیوتا خانه هایی که فارهین یعنی برای حفاظت خودتون. بعضی گفتن فارهین یعنی حاذقین، خیلی وارد خوب درست میکنی. بعضی گفتن عشیرین باطرین یعنی برای غرور و تکبر. شما فکر میکنه همیشه در اون نعمت ها میمانید. فاتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید، من پیغمبر را اطاعت کنید. ولا تطیعوا امر المسرفین، از امر این متجاوزین اطاعت نکنید. این متجاوزین مسرفین کی بودند؟ همون کبرای اونها، رؤسای کفر، رؤسای شرک، اونایی که در رأس گمراهی بودند. میگویند که تفاسیر میگن، قرآن هم گفته وکانوا 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. 9 نفر بودند، گروهی بودند، همش فساد، هیچ اصلاحی نبود. شما لذا از اینها اطاعت نکنید، چون اینها چی کار میکنن؟ اینها هیچ کار اصلاحی در زمین نمیکنن. الذین یفسدون فی الارض، آنهایی که در زمین فساد میکنند. ولا یصلحون، این همون تاکید یفسدون است، هیچ اصلاحی نمیکنن. اما قوم چی گفت؟ گفت که ای هود، ای صالح، تو دیوانه هستی. قالوا انما انت من المسحرین. من المسحرین یعنی من المجنونین، جادو شده. اصل معنیش هست جادو شده. خب کسی که برو جادو بشه چی میشه؟ دیوانه میشه. تو از جادو شده ها هستی. ما انت الا بشر مثلنا، نیستی مگر بشر مثل ما هستی. فأت بآیت ان کنت من الصادقین، بیار نشانی اگر راست میگی. نشانی هم فلان نشانی، شطور میخوایم، از دل کو میخوایم. فورا اون هم از الله خاص، الله اجابت کرد. قال هذه ناقه، این شطور شما خواستی، لها شرب، برای اون حق آب هست. ولکم شرب یوم معلوم، برای شما هم حق آب روز مشخص، یک روز مال شما، یک روز مال او. ولا تمسوها، دست نزنید او را، بسوء، ببدی، فیأخذکم عذاب یوم عظیم، عذاب روز بسیار بزرگ شما را میگیرد. فعقروها، الله میفرماید او را از پای در آوردن. فاصبحوا نادمین، این قوم پشیمان شد. فاخذهم العذاب، چون به سبب این عذاب اونها را گرفت و نابود شدن. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین، دلیل ششم هست که این دلیل را هم شما قبلا خواندید. قوم لوط هم انبیا را تکذیب کرد. تکذیب یکی مستلزم تکذیب همگی هست. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، برادرشان لوط گفت نمی ترسید از عبادت غیر الله، پریز نمی کنید. انی لکم رسول امین، من رسول امین هستم، امانت را از طرف خدا ادا می کنم. فاتقوا الله و اطیعون وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اجر من نیست مگر بر رب العالمین است. اتأتون الذکران، حالا غیر از شرک فساد دیگر که فساد اخلاقی بود، بیبندوباری بود، هم جنس بازی و هم جنس گرایی بود. این را میگه اتأتون الذکران من العالمین، از این عالمین پیش مردها میایید و اون چیزی که در فطرت سالم هر انسان اون را کنار گذاشتید. و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اون چی که رب شما برای شما آفریده از همسران شما اون را کنار میذارید. بل انتم قوم عادون، بلکه در واقع شما قوم متجاوزید، خیلی دارید از حد میگذارید. اما قوم دیگه منطقی نداره بغیر از جنگ، بغیر از تهدید.
قالوا لئن لم تنتهی یا لوط، اگر باز نیایی ای لوط، لتکونن من المخرجین، البته حتما میشی از اخراج شدگان، تو را بیرون میکنیم. اما لوط علیه السلام اظهار براءت کرد از اعمالشان. قال انی لعملکم من القالین، همانا من نسبت به این عمل شما متنفرم. من القالین یعنی چی؟ متنفرم، بیزارم، بغض دارم با این کاری که شما میکنید، لذا مناجات میکنه، مذابی که میاد ما را نجات بده. فنجیناه و اهله اجمعین، ما نجات دادیم او را و اهلش را همگی را، الا عجوزا فی الغابرین، مگر قطورا هست. اما بعضی دیگه میگن نه، اصحاب الایکه و اصحاب مدین یک قوم هستند، دو قوم نیستند، چون پیغمبرشون یکی هست و عرض به خدمت شما مرضشون هم یکی هست، همین خیانت در کیل و وزن. فقط دو تا نام آمده، خب خیلی شهرها هستند، دو نام دارند، سه نام دارند و القاب دارند. حالا اینجا اسم شهر مدین بود، به نام جدشون بود، اما چون که درخت زیاد داشت، جنگل بود، درخت های انبوه، ایکه به جنگل چی میگند؟ پر درخت میگن، انبوه میگن، لذا به این خاطر یک نامش مدین است، یک نامش ایکه. الله اعلم، این هر دو قول را مفسرین گفتند. کذب اصحاب الایکه المرسلین، اصحاب ایکه پیامبران را تکذیب کردند. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، وقتی که شعیب گفت الا تتقون. حالا بعضی که معتقدن اینها دوتا هستن میگویند که شعیب اصل خودش از مدین بود، و الی مدین اخاهم شعیبه، و الی مدین اخاهم، اونجا چون از نظر برادری و فامیلی مال اونها بود. اینجا نگفت اذ قال لهم اخوهم شعیب، بدلیل چی؟ ولم يقل هنا اخوهم شعيب لانه لم يكن من نسبهم بل كان من نسب اهل مدين. و میگه این نظر تفسیر نسفی، تفسیر مدارک هست، میگه که ففي الحديث ان شعيبا اخا مدين ارسل اليهم و الى اصحاب الایکه، در حدیث است که هم به طرف مدین فرستاده شد، هم به طرف اصحاب ایکه. فاتقوا الله واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمین. مثل انبیاء گذشته میگفت اجر نمیخوام، اما خودتون را اصلاح کنید. اوفوا الکیل، کیل را کامل کنید، کیل برای مردم میکنید کامل بدید. ولا تکونوا من المخسرین، از اینهایی که کم میکنند در حق مردم نباشید، خیانت نکنید با کم دادن. وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کنید با ترازوی راست، ترازوی برابر، نه اینکه در ترازو دستکاری بکنید و غیر مستقیم باشد. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نکنید در مردم چیزهاشون را، یعنی کم ندید به اونها. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این نوع فساد است، نگردید در زمین فساد کنان. واتقوا الذی خلقكم والجبلة الاولین، بترسید از آن ذاتی که هم شما را آفرید و هم مخلوقات اولین را، خلق اولین همه را او آفرید. اما اینها هم به شعیب همونی گفتن که به لوط قبلا گفته شد. قالوا انما، به صالح گفته شد انما انت من المسحرین. مسحرین یعنی چه؟ جادو شده، مجنون مراده. ای شعیب تو جادو شده، تو چی هستی؟ تو دیوانه هستی. و ما انت الا بشر مثلنا، نیستی تو مگر بشری هستی مثل ما. و ان نظنک لمن الكاذبین، همانا ما میپنداریم تو را از دروغگویان. فاسقط علینا کسفا من السماء، بیانداز بر ما تکی از آسمان. ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی. اما صالح شعیب علیه السلام چی جواب داد؟ قال ربی اعلم بما تعملون، رب من بهتر میدونه شما چی عمل میکنید. عذابش هم هر وقتی که او بخواد میاد. الله میفرماید فکذبوه
او را تکذیب کردن. فاخذهم عذاب یوم الظله، گرفت اونها را عذاب یوم الظله گرفت. ظله به سایه میگویند، ابر میگویند. رضا سایه آمد، به شکل سایه خدا اونها را عذاب داد. چطور؟ میگویند که چند وقت بود که بسیار گرم بود، شدید هم گرم بود، خبری از باران و از قطرات آب نبود، تا اینکه این ابر آمد، ابر عذاب آمد، همین سایه که اونا میگفتن سایه، این آمد. باد هم کلا قطع شد. باد که نباشه خیلی هوا حبس میشه و گرمی وقتی که باشه مضاعف. از یک طرف باد هم قطع شده بود، از یک طرف ابر هم آمده بود. خب در حبس بودن هوا بیشتر حبس میشه. لذا یوم الظله تفسیر مدارک گفته هی سحابه اظلتهم، این ابری بود که بر اونها سایه افکند. بعد ما حبست عنهم الریح، بعد از اینکه باد محبوس شده بود، باد بسته شده بود. و عذبوا بالحر 7 ایام، 7 روز بود، خیلی گرم بود، چنان گرم بود که قابل تحمل نبود. اینا تو خونه می نشستن، طاقت نمی آوردن، می آمدن بیرون باز طاقت نمی آوردن، می رفتن خونه. نه خواب، نه آرام، نه استراحت، هیچ سایه‌ای نبود. بعد از این 7 روز این ابر آمد. فاجتمعوا تحتها مستجیرین بها، همه جمع شدند، گفتن که سایه هست، حداقل خنک میشه، باران میاد الان. زیر او رفتند. مما نالهم من الحر، از بس که چی بود؟ گرم بود. فامطرت علیهم نارا فاحترقوا، خدای تعالی به جای اینکه باران بباراند آتش بارانید. آتش آمد، همه اینها رو سوخت، همه اونها آتش گرفتند و زیر اون ابر نابود شدند. لذا الله می فرماید فاخذهم عذاب یوم الظله، عذاب روز سایه اونها را گرفت. انه کان عذاب یوم عظیم، همانا این عذاب روز بسیار بزرگ بود. ان فی ذلک لآیه، همانا در همه این داستان ها درس هست، عبرت است. اما از این عبرت ها کسی عبرت نمیگیرد، قریش عبرت نمیگیرد. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثرینا ایمان نمی آورند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، اما همانا رب تو غالب هست، می تواند اینها را هم عذاب بده. اما الرحیم، مهربان هست، رب مهربان، مهلت میده، تأخیر میده. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین. تا حالا دلیل نقلی بود از انبیاء گذشته، بیان احوال اونها، بیان تبلیغ اونها، توحید اونها، پاسخ قوم و عذاب قوم. حالا اینجا دلیل وحی هست، یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، همان گونی که بر اون انبیاء وحی کردیم، اونا تبلیغ کردن، بر تو هم این کتاب را وحی کردیم. و انه لتنزیل رب العالمین، همانا این قرآن، این کتاب نازل شده رب العالمین از او تدریجا نازلش کرده. نزل به الروح الامین، سبحان الله. این هم منبع را میگه، هم واسطه را میگه و هم مقصد را میگه. منبع و مصدر وحی کجاست؟ رب العالمین. از کجا آمده؟ این نسبت ها را نگاه کنید، نسبت ها انسان را بسیار، این نسبت ها این چیز را بسیار ارزشمند میکنه. مثلا میگه این کلام کیه؟ این جمله مال کیه؟ رئیس جمهوره، رهبر، وزیر، سفیر، خلاصه هر چی که جایگاهش بالاتر باشه کلامش و سخنش بیشتر خریدار داره. کلام الملوک ملوک الکلام، کلام پادشاهان در رأس هر پادشاهی تا صحبتی میکنه هنوز حرفش تو دهنش هست، تیتر روزنامه ها میشه، کتیبه میشه در ادارات همه که فلان بزرگوار این فرموده، در حالی که یک جمله عادی است، شما هم مثل او میتونید بگید.
وقتی که ارزش کلام ها در دنیا بر اساس چی هست؟ اون گویندگان. حالا ببین کی گفته، برای کی گفته، واسطهش کیه، از کجا آمده، توسط کی، به کجا میره. لذا مصدر و منبع اول رب العالمین، مقصد قلب پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم، حامل و واسطه جبرائیل امین. سبحان الله، این نسبت هاست که این کلام را چی کرده؟ ارزشمند. و انه لتنزیل رب العالمین، همانا این قرآن نازل شده است از جانب رب العالمین. نزل به الروح الامین، فرود آورده این را، نازل کرده این را روح امین، اون فرشته ای که در رأس فرشتگان هست، هم امین هست هم روح هست. علی قلبک، نازل کرده آن را بر قلب تو ای محمد صلی الله علیه و سلم. لتکون من المنذرین، این وظیفه رسول است تا که باشی از بیم دهندگان، بیم بدهی بترسانی مردم را، بلسان عربی مبین، به زبان عربی واضح و روشن. و هم الله تعالی می فرماید که این مفاهیم قرآن مفاهیم جدیدی نیستند. و انه لفی زبر الاولین، همانا این در زبر اولین هم هست، یعنی مفاهیم قرآن در صحیفه های و در کتب اولین هم هست. آن مطلبی که اینجا درباره توحید است، قیامت است، رسالت است، در اونها هم هست، با اونها هم هماهنگه. و یکی از دلائل عمده حقانیت قرآن اینه که خیلی از علماء بنی اسرائیل به حقیقت قرآن دریافتند، درک کردند و ایمان آوردند. اولم یکن لهم آیة، آیا برای اینها همین نشانی بس نیست؟ ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، که این کتاب را میدانند، یعنی حقانیتش را علماء بنی اسرائیل. همین بس نیست، این دلیل نقلی. ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین. در این آیه خداوند از عناد کفار سخن میگوید. اینها واقعا اهل عنادند، اهل ضدند. و الا همین کتاب اگر نازل میشد، این قرآن اگر نازل میشد بر بعضی از اعاجم، مثلا فردی که قرآن را آورده عجمی هست، خب اون وقت عجیب تر بود. اونا میگفتن خب رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش عربه، کتاب هم به زبان عربیه، چرا یک کتابی به زبان عجمی نمیاره؟ اونجا خداوند فرمود که ملت عرب هست، کتاب عجمی باشد، یعنی چی؟ چرا به زبان خودشون نباشد؟ حالا بحث اینه که میگویند اگر کسی که خودش عجم بود، یعنی غیر عرب، این کتاب را می آورد، خب عجیب بود. این خودش یک علامتیه برای حقانیت اون فرد که خودش زبانش نیست، ولی چه کتابی به زبان عربی زیبا آورده، معلوم میشه از خود نیاورده، از طرف خدا آورده. اگر اینجور بود بازم ایمان نمی آورده، یعنی اینا مصممن که ایمان نیاورد. اگر شما بیاری لو تأتیهم بآیت، هر آیه و هر نشانی بیار، ایمان نمی آورند. لذا الله می فرماید ولو نزلناه على بعض الاعجمین، اگر ما این قرآن را نازل می کردیم بر یکی از عجمی ها، فقرأه علیهم، او می خوان بر آنها، ما كانوا به مؤمنین، اینا به او ایمان نمی آوردند. کذالک سلکناه، چرا؟ این علت است، این گونه ما داخل کردیم عناد را، ضد را در قلوب مجرمین. سلکناه ای ادخلنا الشرک و التکذیب، شرک و تکذیب را داخل کردیم در قلوب مجرمین. لا یؤمنون به، اونا ایمان نمی آورند. حتی یروا العذاب العلی، حتی عذاب دردناک ببینن. فیأتیهم بغته، ناگهان پیش اونها میاد عذاب، و هم لا یشعرون، در حالی که نمیدانند. وقتی که عذاب میاد فیقولوا هل نحن منظرون، آیا به ما مهلت داده میشه؟ یعنی استفهام طلبی است، منظور اینه که خواهش میکنیم مقداری مهلت به ما بدید.
الله تعالی میفرماید اون وقت اینو میگه حالا که حالت عادی هست، حالت امنیت هست، حالا برای عذاب عجله داره. افبعذابنا یستعجلون، آیا برای عذاب ما اینها عجله دارند؟ افرأیت ان متعناهم سنین، خداوند میفرماید ای پیامبر به من خبر بده اگر من به اینها عمر بدم